در اجرای برنامه موسیقی ملی امشب ما هنرمندان هنرهای زیبا حسین تهرانی، عماد رام و محمد حیدری شرکت دارند و ضمن یک اثر از عماد رام قسمت‌های از دستگاه شور را با آوای روح پرور دوشیزه پریوش به سمع خواهند رسانید. اشعار آهنگ از معینی کرمانشاهی، مثنوی از ضیاء اصفهانی.
هرگز نخواهم
اگر مراد تو ای دوست، اگر مراد تو ای دوست نامرادی ما، مراد خویش دگر باره من نخواهم خواست. اگر قبول کنی، اگر قبول کنی ور برانی از بر خویش، خلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست. وای یا مرا به عشق تو، مرا به عشق تو اندیشه از ملامت نیست، وگر کنند ملامت نه بر من تنها. یا در دل سوزان کسی هیچ کس از سوز ما آگاه
چنین سوزی به دل شعله پیدا هست آتش ناپدید آتش سوزان جز وفاداران جز وفاداران کوی دلبران غافلند از این حکایت نشکفته کردی پرپرم دادی به باد گل بستر و گل پیکری سر به چمنین سروری آموزد است و زیباتر از کفت دری ره می روی دل می بری آهسته تر رو گرایی در خانم چون شمعه کاشانم گریم و خندم می بوسم پیراهنت گل ریزم در دامنت دل به تو بندم نتاری مانده از پودم چنان شم و چنان عودم میان آتش و دودم سرت گردم همه سوزم همه دردم سرت گردم چه باید جان و دل کردم نتاری مانده از پودم چنان شم و چنان عودم میان آتش و دودم سرت گردم همه سوزم همه دردم سرت گردم چه باید جان و دل کردم
گردم سر گرد